بعد از 5 سال تو ساحل شرقی وقتش شده بود که برگردم خونه. بله. کار، منم سویی. چه خبر سویی؟ چی کار داری؟ راجر مادرمونه، اون مرده برادر. دستتو ببر بالا. سر جات وایسا. زانو بزن. بخواب رو زمین. هی اینا رو ور میدارم هرناندز. هی اون مال منه، پول منه. این پول خلافه. پول منه. نگرانش نباش، من بعدا ترتیبشو میدم. به خونه خوش اومدی کار، منتظرت بودیم. ما رو که یادت نرفته کار. نه خیر سرکار تمپنی، فقط نمیدونم چرا اینقدر طولش دادی. برو تو ماشین. آروم باشه لعنتی. سرشو به پا. بیا بیرون از اونجا که صفت عوضی احمقای مکزیکی. کیفم کیفم. خونه رو عوضی اومدی احمق. بیگ اسموک منم. کار آروم باش. سی جی. اوه خدای من، ببین کی اومده. ببینم تو حالت خوبه پسر؟ نه پسر، مرگ مادرم خیلی ناراحتم کرده. رفیق نمیدونم چرا این اتفاق باید میافتاد، ولی بهت قول میدم قاتل مادرتو پیدا کنم. خیابونا خیلی سردن، همون جوری که کتاب مقدس میگه. ما هم نظر کرده ایم هم نفرین شده. کدوم کتاب مقدس؟ همون چیزی که ما رو میخندونه و به گریه در. برادرو برای که شما GTA San Andreas توجیکی را استفاده برین یکون شما دکار میشه فایل منیجیه. اینا میتونید در اونجا پلیر مارکت سکچاش کنین. دوم GTA San Andreas فایل زیپ چه سکچاد میکنین. سوم ویدیو پیشنهاد میبینین در اونجا همش فهموندگیه. ویدیو برای دراز نشیدنش برادرو پس ویدیو پیشنهاد ببینین. حتما من لینکی همین فایل زیپی GTA San Andreas در اپسانی ویدیو هم ویدیو پیشنهاد هم ویدیو حضورامدا هست برادرو. میتونید در اپسانی ویدیو درامدا فایل زیپشا سکچات کنین. через لینک برادرو. لینک زیر میکنید در اپسانی وارد فایل میشین امور سکچاتش میکنید برادرو. پس تو ویدیو ایندا خداحافظ. در پناه الله باشه برادرو. حتما در کانال ابونه شوید، لایک کنید، حتما فکراتون در کامنتاری نویسید. حالا این در برای اندروید و آی در برای تلفن های آیفون حتما ویدیو خصوصی میشه و در اونجا همشه میفهمونم برادرو. تو ویدیو ایندا خدا نگهدار. در پناه الله باشه.